خب اینجا میخوایم از یه شیب نسبتاً زیاد بالا بریم. نکته ای که خیلی مهمه اینه که موتور محرک و دنده اسپراک باید عقب باشه. چرا؟ چون وزن زیادی رو تحمل میکنه و موقع بالا رفتن باعث ایجاد تعادل در شنیها و کل مجموعه بیل میشه. البته که بعضی مواقع اگه موتور محرک جلو باشه به نفعمونه، ولی خب در نهایت زنجیرها و کشششون تحت فشار زیادی قرار میگیره. به هر حال شروع میکنیم به حرکت کردن تا نیمه راه که رسیدیم باکت رو روی زمین قرار میدیم. حالا همزمان اهرم محرکی و جویستیک رو فشار میدیم و سعی میکنیم بیل رو به بالا بکشونیم تا جایی که بتونیم از روی سکو بالا بریم. نکته حائز اهمیت حفظ تعادل و نقطه ثقل بیله، چون که در غیر این صورت فشار بیش از اندازه به دنده اسپراک و زنجیرها وارد میشه. پس سعی کن همزمانی بین جوی استیک و پدال حرکتی رو حفظ کنی، تو کار باشی.